السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خدا کنه جور صحتمند و سرحال باشین. درس در برنامه جانبی اسلامی از نگاه نام های تاریخی ما کنه و انصاب و شنات و اقوام که بسیار اسلام ستیزی و عرب ستیزی شده و بر خاندان جناب صلی اللہ علیه وسلم الخصوص آمده بزرگواران و نقبا و اشراف ساداتی که با خاندان جناب صلی تعلق داشتن و بر مذهب اهل سنت و الجماعت بودن، خصوصا مقلدین احناف و شافعی و مالکینا و بر طریق اهل تصوف بودن. بسیار در شخصیت از اینا از جانب مخالفین و اسلام ستیزان شده که اینا رد براش به سیادت و عربیتی نشن. از جمله قبایل میپردیم به شرح نسب دو قبیله بسیار بزرگ در میان قبایل پشتون ما که اصلا عرب تبار و قریشی الاصل و اصل الله جناب صلی الله علیه وسلم می باشن و اهل سلوک عرفان بودن. اینا که دو قبیله بزرگ عقاب که مشهور به سوری ها و لودین ها می باشن که چندین قرن بر هند حکومت راندن که قریشی می باشن و عرب می باشن. یک تحقیق بسیار خوبی است که سالا بیان شده و با مقبولیت نرسیده که از مشاهیر امپراتوری لودی ها سلطان بهلول لودی، سلطان سکندر لودی می باشه، ابراهیم لودی و همچنان از مشاهیر سلسله سوری ها شیرشاه سوری می باشه که در کل اینا افغان یا پشتون خونده میشه. اصطلاح تازی به کی بکار؟ اصل اصطلاح تازی فرق نمیکنه که در میان فارس، البته هر عرب یا سید یا قریشی انصاره که از جزیره عرب به طرف امپراتوری فارس سابق که آمدن مجدد کردن در طول خلافت خلفای رشیدی، اموی ها، عباسی ها و عثمانی ها، اینا به این آمدن زندگی کردن، به این برزی و این یاروش نمو کردن، اجازه گرفتن یا اولاد که جا پیدا شد به این توضیح گفته میشه. عربی که درجه بزرگ میشه باشه که از این تعریف سوری لودین ها و سوری ها نیست مستثنا نیستن. لودی یا ابراهیم لودی که پسر شاه حسین غوری میشه و سوری ها سلسله نسبش به چی میرسه؟ امیر شیرشاه سوری که عقاب اسماعیل که اسماعیل عقاب سیان عقاب ابراهیم لودین میشه با می قبایل نیازی و میاخیل لوحانی یوسف خیل شاهو خیل خیسور اینا عقاب ابراهیم لودی میشن که ابراهیم لودی بچه شاه حسین غوری بوده که شاه حسین غوری اصل اسمش سید علی سرمست. سید علی سرمست که اهل حال و سلوک و صوفی کرام بودن نسبشون میرسه. سید علی سرمست یک سید یا نقیب یا شریف حسینی سنی بوده که با بنی عمام خود غوری ها ارتباط داشته که به خاطر فهم بیشتر مردم خود از بنی عمام اونا خوندن، چنانچه خود غوری هم شهاب الدین غیاث سین نسبشون به حضرت عباس پسر کاکای جناب صلی الله علیه که در کل بچه کاکا و بنی عمام میشن. به خاطر شناخت بیشترش که از پرسانم در طول شده خدا غوری خونده و سلسله از اونا خونده که اصلا خودش عقاب امام حسین رضی الله عنه، حضرت حسین رضی الله بن حضرت علی رضی الله عنه بن عبدالمطلب که عبدالمطلب حضرت عباس دیگه حضرت عبدالله پدر جناب صلی الله علیه و برادران میشدن که این عقاب از ایناس سلسله نسبشون یعنی یا یک عرب تازی گفته میشن که اصلا یکی از اجداد اول بار در مار نهر در سامان سامانده یا مقریه سامان یکی از اجداد آمده بودن، باز از اوجا قبایل پشتون یک عقاب دیگه زیاد پناه برده که اولین بار اینام در دوره خلافت اموی عباسی ایام در قسمت های مارنهر تاجیکستان ازبکستان امروزی با در این استقامت آمده بودن در یک ده سامان که فعلا مربوطه که از قرای تاجیکستان یا چی میشه ازبکستان این منطقه میشه
دیگه ابراهیم لودی گفتم که نیازی هم شجرش، قبایل نیازی هم دی شجرش میرسه. قبایل سیانی دیگه هستن، خیل و مارزه، ابراهیم خیل، بدین خیل، احمد زی، نسوزی، سرکیزی، دانا خیل، محمد خیل، اندار دیگه. خیلی از تو قبایل، از این قبایل مشهور دیگه، موسازی، شیخزی، اسحاقزی، ابوسعیدزی، احسانزی، یوسف خیل، سیدی خیل، گدای خیل، نوحانی دیگه، شموزی، ملک خیل، سلطان شاه، میرعلی، نقودین، دیگه این تو تاتار خیل. دیگه سلطان بهلول گفتم که سلطان سکندر لودی و بهلول اینا سلسلهش هم دمینا میرسه دیگه. خدا کنه ویدیو براتون مناسب تمام شده باشه در شناخت قبایل عرب تازی. عرب تازی تنهایی نیست در بین فارس، در بین میان پشتون ها، در میان روس ها، چینی ها ما عرب تازی داریم، در میان هندی ها داریم عرب تازی. چیزی که عربی که در شرق آمده و در میان شرقی ها کلان شده، زبانشون گرفته یا از زن گرفتن یا دیگرشون نو کردن به می زبان فعلی از یا تکامل میگن. در کل از تازی یک اصطلاحی است که به کل از ما امروز اطلاق کرده میتونیم دیگه. هم اولا زبانشون عربی بوده، بعد از او فارسی دری میشه و بعد از هم زبانشون پشتو میشه. اگر لودیا و سوری ها و زبان تا زمان امپراتوری که دندام داشتن یا فارسی صحبت میکردن که به چی دلایل چند قرن اخیر اینا دیگه با پشتون تکلم میکنن، بعضا فعلا هم فارسی گپ میزنن. خب اصلا عرب هستن یا سید عرب. خداحافظ.